اگه تا همین چند سال پیش از من میپرسیدی که بهترین جا برای تولید محتوا یا تماشای محتوا کجاست، قطعا به جواب میدادم که یوتیوب. اما اگه الان این سوال از من بپرسی، فقط یه جواب داره: آپارات. پس دوستان امروز قراره با هم بریم آپارات بگردیم مثل همه یوتیوبرایی که تصمیم گرفتن این کارو بکنن. امیدوارم که به چیزای پشویزون بخوریم، که میخوریم، قطعا تو آپارات میخوریم. خب بچا فیلتر شکن نمیخواد بریم آپارات. پخش زنده 165 نفر کلا دارن استریم میکنن. اوه سوژه رویت شد. داداش تو 13 تا ویور داری، چجوری؟ فعلا دونیت نداریم. ای بابا لعنت. نکردم یه استریمای Shut the fuck up یه دقیقه. نظرت راجب بردهداری؟ منظور تو نفهمیدم. حاجی ناموسا هم 20 تا ویو داشتم استریم میکردم. این چه وضعیتیه؟ فنافم دارم تو چنل داری فناف بریم. فناف یا خدا. دونیت هم نداری که مجبورش کنی. ای بابا میشن فیل. What the hell is even this؟ 58 ساعت اینا چجوریه؟ یه ذره اونو بچه این آپارات ایرانیه. این چی داره میگه یارو؟ نام شما خدا. میتونی 3 بار پشت سر هم بگید؟ واه مرسی خدا 1000 تومن میدید کرد. نه صافی بابا فارسی صحبت کن من نمیفهم. میتونی سه باز پشت هم بگی نیجر. What did you say? نیجر Got you. نیجر چیه؟ هیچی نیست. ادامه بده. حاجی دنیای اینا خیلی دنیای خوبیه بچه ها، به خدا من بریم آپارات. بردهداری حالا نمیدونم چی هستی. بردهداری نمیدونی چی هست؟ تقریبا همین استریمی که داری انجام میدی خودش بردهداری. ایو what the fuck دکتر دیسپکتی چه کار میکنه؟ FBI. ببخشید دکتر شما بچه ها رو دوست دارید؟ FBI من ولی نه. بچه ها رو دوست دارید؟ آره دوست دارم. ایو دکتر خیلی هم دوست دارم شدید. کلا فکر کنم تقصیر این جیلیقه و سیبیل و موها و این چیزاست به خدا. بچه ها این آپارات نیست. پوریا اندروید این. ما یه دقیقه خفه شما از من بنویسم یه گویی که میخوام. داداش من مادرم رو از دست دادم، میشه از سینه به من شیر بدی؟ آره داداش شب بیا بهت میدم. کارو بکن پیام این اسکرین شات بگیر. پیام این اسکرین شات. آها این شد یه چیزی. اوه سی پی یومو 100% درگیر کرد محمد. داداش لگ نرو تو بازی. از من حمایت مالی کنم اینو دهنشو ببندم. اسکرین شات بگیر. برو خفه شو. داداش کد ملی میخوای از من بابت یه دونیت؟ داداش مردی سی پی یو پیسی ترکید قربونت برم. وای یه سوالی نداره. اپای بافور بلند شدی داداش. شیشه و منقل بپر بغل. نه داداش من تازه کارم، شما که استادی بگو با گل شروع کنیم یا مستقیم شیشه؟ داداش زدی اومدی ها، چه قفلی زدی داداش؟ جواب منو بده. کوکا هیچ کموش. دروغ نگو بابا، دروغ نگو. اهل دود هستم ولی اهل اینا نیستم. یعنی چی اهل دود نیستم ولی اهل؟ داداش اینا دودن. خب اینجا هم جای حرفا نی کوکا. نظرت راجع به بردهداری؟ از این حرفا اینجا نزه. واقعیتش چیکاره باشم بخوام حرف دیگه ای داشته باشم؟ همون همیشگی. سوگند اومده آپارات. چقدر؟ 79 ساعت. اینا رو چجوری دونیت میکنن؟ این فکر کنم ثانیه‌ای حساب کرده حاجی. اینا 1000 تومن یه ساعت مثلا میره. نام شما نگاه. من که رفت تو گیم. ای خار. واه 400 تا. این فکر کنم علی رکسای آپاراته. امیدوارم اون کشوری که حسین توشه آپارات فیلتر باشه. 591 ساعت. سلام درود. چه مهد کودکیه. چه مهد کودکیه بابا. گفت بالا برد. گاد پوری اگه یه صفحه قرآن رو بخونی 1 تومن. درگاش کار نمیکنه. ای خدا بابا یه هنو داره آهنگ پخش میشه که ای خدا. بابا یه لحظه بعد. دمت گرم استش. چاکرم.
قرآن نمیخونی؟ ما رو اومدیم اینو کسخل کنیم حاجی، طرف همین جلو چشه من 5-6 میلیون در آورد تو همین تایمی که من دارم سعی میکنم کانتنت رو درست کنم. ریدم توی زندگی. خب نمیشه خاله، ریدم تو زرین پالت. باشه مامور جونم، خوش اومدید. ارسال صدا؟ وات؟ تویچ همچین چیزی نداره. دمت گرم قشنگه، من خیلی دوست دارم. دورت بگردم، مرسی واسه دونیتت، خیلی دوست دارم. یه دقیقه وایسا، لاگ دونیتش افتاد مبلغ و اینا رو نوشت ولی اسمش نیافتاد. وایسا الان نگاه میکنم. گادپوری نوشته خاله من سواد ندارم، 2 میلیون چند تا صفر داره. قربونت عزیزم. واقعا میگی الان اینو اسکلم کردی؟ ای بابا که لو رفت فعلا. دقیقاً یه دقیقه موزیک قراره گوش بدیم. گادپوری گفته که اگه یه صفحه قرآن رو با صوت بخونی 1 میلیون دونیتت میکنم. با صوت بلدم ولی صدام خوب نیست. مهم نیست، کانتنت منو جور کن. بابا اینا اصلا پایه نیستن. این چه کانتنت کریئتوریه خدا. بابا بردارن یه قرآن بیار، اصلا من به خدا میزنم، به خدا قرآن بیاره بخونه من میزنم. فردا یوتیوب بازم چه عوض فیلمت پخش میشه. ای بابا لو رفتیم حاجی. اینا خیلی ببینی شب گریه هامو. داداش این پی سی رو گرفتی بشین برامون گیتار بزنی. من نمیدونم لای حالا یه چیزی یعنی چی لایه یه چیزی؟ من همین الان اومدم تو استریم. نظر برده‌برداری چیه؟ نظر راجع بهره برداری چیه؟ داداش تو نمیتونی چت رو بخونی مرد حسابی. بدهی زیاد فوری. بزنم خیانت کردم و رفتم با یه مرد سیاه‌پوست خوابیدم. الانم بله بابا چه آدمی. سلام امیر فول گیم، چطوری امیر فول گیم؟ امیر فول گیم تو فول. مثلا من شرمندم، منو ببخشید. تو چه زندگی عجیبی داری، چرا همه چی یه شکلیه؟ حاجی پسر اون پسر قبلی این بیشتر ویو داره. دونیت کن. چون اینجوری انگار اسلحه بالا سرم گذاشتن. یه نفر میخوام اصل پایه باشه. چی داری مخ اصل رو میزنی؟ وید امینت. نظرت راجع برداری چیه؟ آره ایرانی هیچ حقی نداره که دخالت کنه تو این مسائل. رفش سیاه. به شدت ویدیو بود میدونم، خودم قبول دارم. خیلی گشتم اینا یه ریاکشن ساده نشون ندادن. برادر مگه میشه حاجی؟ کلا یه دونشون خوب بود، اونم ریمیتش کار نمیکرد. خدا رو شکر. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. زاری هستم، موبایل کاج. دوستتون دارم شدید. به مدت مدید. تا ویدیو بعد جایی نرید.